دوستان عزیز، دانشگاه شانتی-نیکتن سال 1921 با پیشنهاد رابیندرانات تاکور تأسیس داده شده است که امروز در این دانشگاه 11,000 دانشجو تحصیل میکنند و آموزگاران و پروفسوران باشند و آنها درس میگویند و ما هم آمدیم برای تماشا کردن به این مکان، چون یکی از قدیمترین دانشگاه های می باشد که در این مکان جایگیر است. برای وارد گردیدن و استادخانه مذکور اینجا پای افزارها رو همگی بدر میکنیم، بعدا وارد میشیم. دوستان عزیز، اینجا در اول یک میدانی رو میموند، ولی ما توجه میکنیم به آن همان بینایی که در پشت ایستاده است، خانه ای که رابیندرانات تاکور زندگی میکرد با اهل و عائله‌اش و با تمام پیوندانش. در این مکان مردم امروز برای سیاحت، برای تماشا می آیند. اینجا یک تاریخ هست نهفته هست که مردم محلی را باز هم به حیات و فعالیت و روزگاری رابیندرانات تاکور آشنا می نمایند. دوستان عزیز، این همان نقلیات می باشد که رابیندرانات تاکور این را میراند و حالا باشد در یک قسمت اطراف خانه او محفوظ نگاه داشته شده است. همه روزه نفران زیادی می آیند، تماشا میکنند و باز هم از اشیاءها، تمام جزئیاتی که فراگیر حیات و فعالیت رابیندرانات تاکور بود آشنایی پیدا می نمایند. ما رو همراه باشید، در نوارهای بعدی حتما بهر شما نوارهای جالب رو پیشنهاد شما می نماییم. دوستان عزیز، این گونه درختانی که از نوده‌هایشان ریشه میکنند همچنین به زمین میپیوندند خیلی زیاد هستند در بالپور هندوستان. عجایب چگونه میروید، چگونه پرورش مییابد و چگونه نگاهبین کرده میشود و یا شاید تماما نگاهبین کرده نمیشود. برای من بسیار عجایب است، برای شما نمیدونم، ولی از تاریخ این درختان، از تاریخ این مکان، از تاریخ این موضع که در صحن یک دانشگاه مشهور و تاریخی بالپور است، برای شما در نوارهای بعدی معلومات لازمی پیشنهاد می نماییم. دوستان عزیز، در همین جا تماشا کردن استارخانه رابیندرانات تاکور، موضع زندگی او، خانه او، اشیاهایی که او را احاطه کرده بودند و در زمان خود استفاده میکرد و انجام رسید. ادامه سفر ما در دیگر مکان است. ما را همراه باشد، باز هم نوگانی های جالب و نمونه های زیادی نوارها و ویدیوهای رنگین را بهر شما از موضع های محلی پیشنهاد می نماییم.